الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل من سار بالساعات. ستایش ویژه خداوندی است که با نعمت او نیکی ها کامل می شود و گواهی می دهم که معبودی به حق نیست جز الله که واحد و بی شریک است و پروردگار زمین و آسمان هاست، و گواهی می دهم که سرور و پیامبر ما محمد بنده و پیامبر او و بهترین کسی است که به سوی انجام نیکی ها سبقت جسته است. خداوندا بر وی و بر اهل بیت و یاران او که اهل تقوا و اعمال صالحند درود و سلام و برکت ارزانی دار. اما بعد مسلمانان، خود و شما را به تقوای خداوند جل و علا سفارش می کنم که تقوا سبب رستگاری و عامل موفقیت و وسیله پیروزی در دنیا و آخرت است. و پروردگار متعال در نور می فرماید و هر کس از الله و پیامبرش فرمان برد و از الله پروا کند و تقوای او را پیشه سازد، آنانند که کامیابند. برادران و خواهران مسلمان، اوامر قرآن در دعوت به استقامت بر تقوا و استمرار بر هدایت بسیارند. پروردگار ما جل و علا خطاب پیامبرش در سوره هود می‌فرماید: پس همان گونه که امر شده ای استقامت به ورز و همینطور کسانی که با تو توبه کردند و طغیان نکنید. پایان آیه. توصیه های عظیمی که در برگیرنده امر به برپا داشتن امور اسلام و پایبندی به راه و روش این دین و استمرار در پایبندی به آن و ایستادن در کنار حدودی است که تعیین نموده و همچنین استجابت دستورات این دین و دوری کردن از آنچه نهی نموده است به کامل ترین وجه و به بهترین روش. پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم نیز امت خود را با بهترین عبارات که با وجود اختصار دارای زیباترین معانی است اندرز می‌دهد و آن توصیه به پایبندی بر اعتقاد صحیح و تمسک به صبر بر طاعات و دوری از منهیات است. سفیان ابن عبدالله ثقفی به نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: ای رسول خدا، مرا توصیه‌ای بکن و به من در اسلام سخنی بگو که پس از تو درباره آن از کسی دیگر نپرسم. سپس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بگو به الله ایمان آوردم، سپس استقامت بورز. این حدیث رو مسلم در صحیح خود روایت کرده. اینها توصیه هایی هستند که در قرآن و سنت وارد شدند و ضامن زندگی به همراه خوشنودی و حیات خوب و زندگی پاک و سعادت ابدی است. پروردگار ما جل و علا در سوره احقاف می‌فرماید: همانا کسانی که گفتند الله پروردگار ماست، سپس استقامت نمودند، سپس پایداری نمودند، هیچ ترسی بر آنان نیست و نه اندوهگین می‌شوند. آنان اهل بهشتند که به پاداش آنچه انجام میدادند جاودانه در آن میمانند. برادران و خواهران مسلمان، برای کسی که خداوند در وی فضل نموده تا در رمضان به سوی نیکی ها سبقت جوید، شایسته است خداوند را همانطور که شایسته اوست شکر گوید و سپس بر راه راست خداوند گام بردارد و به مولای خود نزدیک تر شود و به شدت از این بپرهیزد که نیکی های خود را به دیگران هدیه دهد یا بدی های دیگران را به جای بخرد. چگونه ممکن است؟ و این ممکن نیست مگر آنکه زبان خود را از آبرو و حیثیت و ناموس مسلمانان پاک بدارد و به شدت از رساندن آزار به مؤمنان بپرهیزد و از حقوق و مظالمی که نسبت به دیگر مسلمانان برگردن دارد حلالیت بجوید. فی صحیح البخاری عن النبی صلی الله علیه و سلم انه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار،
إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سیئات صاحبه فحمل علیه. در صحیح بخاری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمودند هر کس ستمی در مورد ناموس و آبروی برادرش یا چیز دیگری نزد خود دارد همین امروز حلالیت بخواهد، پس از آنکه روزی برسد که نه درهمی و نه دیناری برای او سودی ندارد، که اگر کار صالحی انجام داده است به اندازه ستمی که کرده از او ستانده می شود و اگر حسنات و نیکی هایی نداشته باشد از بدی ها و گناهان کسی که در حقش ستم نموده برداشته می شود و بر دوش او گذاشته می شود. و در صحیح مسلم آمده است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در امت من مفلس کسی است که در روز قیامت با نماز و روزه و زکات حاضر می شود، اما به این دشنام داده و به آن تهمت زده و مال این را خورده و آن را زده و خون این را ریخته، سپس از نیکی‌هایش به این و آن داده می شود و اگر نیکی‌هایش پیش از پایان یافتن حقوق دیگران به پایان رسد از گناهان آنان برداشته می شود و بر دوش وی گذاشته می شود، سپس به آتش انداخته می شود. پایان حدیث. پس ای مسلمانان مواظب باشید و راه سلامت را در پیش بگیرید، زیرا پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دستش در سلامت باشند. مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دستش در سلامت باشند. برای همین در حدیث سفیان که نزد ترمذی روایت شده است و ترمذی آن را حسن و صحیح دانسته آمده است، هنگامی که سفیان از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درخواست توصیه و راهنمایی نمود، گفت ای رسول خدا از چه چیز بیشتر در مورد من میترسی؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زبان مبارک را گرفت و فرمود مواظب این باش. پس ای مسلمانان اعضا و جوارح خود را حفظ کنید. ای مسلمان اعضا و جوارح خود را حفظ کن و مواظب اعمال نیکی که انجام دادی باش تا آنکه پاداش نیک را از جانب خداوند به دست آوری، ممکن نیست مگر با استقامت بر طاعت خداوند. برای همین خداوند متعال پیامبرش را چنین خطاب داده و فرموده است در سوره هجر و پروردگار را عبادت کن تا آنکه مرگت خداوند برای من و شما به واسطه قرآن و سنت برکت دهد و با آیات و حکمت موجود در آن سود رساند. این را گفته و برای خود و شما و دیگر مسلمانان از هر گناهی از خداوند آمرزش میخواهم، پس از او آمرزش بخواهید که او بسیار آمرزنده و بسیار مهربان است. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله افضل الخلق اجمعین. ستایش از آن الله پروردگار جهانیان است و گواهی میدهم که معبودی به حق نیست جز الله که واحد و بی شریک است و معبود پیشینیان و آیندگان است و گواهی میدهم که پیامبر ما محمد بنده و پیامبر او و بهترین آفریدگان است. خداوندا بر بنده و پیامبرت محمد و بر اهل بیت و یاران او درود و سلام و برکت ارزانی دار. اما بعد ای مسلمانان وقتهای خود را با طاعت خداوند آباد سازید و خواسته های زندگی فانی دنیا شما را از حقایق باقی آخرت مشغول نسازد، زیرا سعادت و پیروزی در استقامت بر طاعت خداوند تا هنگام مرگ است، چنان که روش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چنین بود. سپس بدانید که از پیامبرمان صلوات الله ربی و سلامه علیه به سند صحیح روایت شده که فرمودند هر کس رمضان را روزه گیرد و سپس آن را با روزه گرفتن 6 روز از ماه شوال ادامه دهد، مانند این است که همه 10 را روزه گرفته، یعنی همه سال را روزه گرفته. بر اساس رأی جمهور علما روزه 6 روز از شوال مستحب است و تفاوتی ندارد که این روزها جدایی از هم یا پی در پی باشند. اما کسی که روزه واجب دارد شایسته نیست هیچ روز
روزه مستحبی را بر روزه واجب مقدم گرداند، زیرا بر اساس قواعد شرعی واجب اولا و مؤکدتر از غیر واجب است. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم ألا وهو الصلاة والتسليم على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والآل أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سپس بدانید که خداوند شما را به کاری عظیم امر نموده که همانا درود و سلام بر آن پیامبر بزرگوار است. خداوند بر سرور و پیامبر ما محمد درود و سلام و برکت فرست و از آن خلفای راشدین و آن ائمه مهدیین ابوبکر و عمر و عثمان و علی و از دیگر صحابه و اهل بیت و کسانی که تا قیامت به نیکی از آنان پیروی نمایند راضی و خوشنود باش ای پروردگار جهانیان. خداوند اوضاع ما و دیگر مسلمانان را اصلاح نما. پروردگارا ما و دیگر مسلمانان را در هر جا که هستند حفظ نما. خداوندا جان مسلمانان را در هر مکان و زمان حفظ کن ای پروردگار جهانیان. خداوندا از ما بپذیر که تو بسیار شنوا و دانایی و از ما توبه پذیر که تو بسیار توبه پذیر و مهربانی. خداوندا مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان مسلمان زندگان و مردگان را مورد مغفرت خود قرار ده. خداوندا بیماران ما و دیگر بیماران مسلمانان را شفا ده و سختی و غم و غصه مسلمانان را از بین ببر. خداوندا آنان را در امور دنیا و آخرت کفایت نما ای حی و ای قیوم. خداوندا مسلمانان، خداوندا مسئولان ما و همه والیان و مسئولان مسلمانان را به آنچه خیر و صلاح مردم آنان از توفیق ده و بهترین مسلمانان را بر آنان بگمار و شر بدان را از آنان دور کن ای پروردگار جهانیان. خداوندا بندگان خداوند را بسیار یاد کنید و صبحگاه و شامگاه او را تسبیح گویید و آخرین سخن این که الحمدلله رب العالمین.